السلام علیکم یار و دوستان محترم پادپسچکای کانال من از نام خودم و از نام تمام روزداران جماعت سامانیان، تمام مخلصانم که روزدار بودن در این تا یک ماه آخر، این ماه رمضان، روزه و پرگی داشتن، تبریک و تهنیت میگویم. بگذار همیشه در خانه هاشان برکات الله همیشه ورجا باشد. خداوند هرچی مراد و مقصدهای نیکی که دارن جامعه عمل پوشاند امسال، پروردگار را در حفظ امان خودش نگاهشان دارد. علال خصوص مسافرای ما که در تمام مناطق دنیا هستند، همه تان من تبریک و مبارکباد میگویم. عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت، صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت. خداوند همه تان سربلند گردانه، موفق دنیا و آخرت گردانه. پروردگارا عیداتون مبارک. امروز کوچک گفته که مگه به خودش یک هم آمودگی عید کردین، من کوچه رو بتون آموزدین مردم اما نماز رفته استاده است. و شما هم نیز در حق ما دعاگو باشید، باقی سربلند و خانواده